الله تعالی چی میگه؟ و یخلق ما لا تعلمون. چنان چیزها را ما خلق میکنیم که شما فعلا دیگه ندیدین. تکنولوژی فعلا نیست، بعداً تکنولوژی میآید. امروز تکنولوژی هست. در زمان رسول مبارک صلی الله علیه و سلم اینترنت کجا بود؟ این برق کجا بود؟ و این تلفن و کامپیوتر و سیستما و موتور و ماشین و موتورسیکلت کجا بود؟ نبود. الله تعالی میگه ما اینا را خلق میکنیم. و یخلق ما لا تعلمون. چنان چیزای ما خلق میکنیم و میآفرینیم که شما نمیفهمید. شما فعلا دیگه به خاطر زینت خودتان از جای موتور اسب استفاده میکنین و از جای بسیار از منافعتان گو و گوسفند استفاده میکنین. اینا برای زینت دنیایی شما فعلا است، اما بعدا ما چنان چیزهایی را خلق میکنیم که شما نه چشمتان دیده و نه هم دیگه در فکر شما فعلا رسیده. اونا را میبینن. امروز از و یخلق ما لا تعلمون چی است؟ منظور از این آیت چی است؟ امروز تکنولوژی است. جوان مسلمان باید در مقابل از این باشه. چرا؟ چون خدایش گفته. چرا؟ چون رسولش گفته. باید خودش آماده کنه، فکرش آماده کنه برای تعلیم. هر چی کار میکنیم برای تعلیم. اگر آرزوی ما به این باشه که ما باید یک جوان موفق باشم، الله تعالی به موفقیت مرا میرسونه. الله تعالی به موفقیت مرا میرسونه. الله تعالی هیچ گاهی آرزوی مرا به زمین نمیزنه. اگر ما آرزوی ما از این است که باید اسلام پیشرفت کنه، الله تعالی طبق همون نیت مرا محاسبه میکنه. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در اولین حدیث صحیح البخاری میگه انما الاعمال بالنیات. تمام دار و مدار اعمال وابسته بر نیت است. نیت باید دیگه صاف باشه. جوان باید در مقابل هر چیز آمادگی داشته باشه. در مقابل هر چیزی که او بر از تهدید است آمادگی خودش داشته باشه. اسلام از چی میبینه؟ اسلام از فقر. اسلام از چی میبینه؟ از جنگ. اسلام از چی میبینه؟ از نابودی. هر جایی که فقر دیدن میگه اونا مسلمانن. هر جایی که جنگ دیدن میگه اونا مسلمانن. هر جایی که کشور ضعیف و کشور پایین دیدن میگه اونا مسلمانن. نه، در صدر اسلام با خبر بودین که اسلام چی بوده؟ اسلام کی بود؟ ما هفته قبلی چی گفتم؟ نام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گرفته میشد، اونا دمو کاخهایشان در اوجا پمپر بسته میکردن از ترسشان. از ترس یک نفر نامش اینقدر هیبت و وحشت در مقابل از اونها ایجاد میکرد. امروز چرا هیبت و وحشت اسلام دیگه از وسط ما بیرون شده رفته؟ چون ضعیف شدیم در مقابل دین الله تعالی. وقتی قرآن که خوانده میشه، یک قرآن خواندن بود. قرآن ما در کجا میخوانیم؟ در فاتحه خانی میخوانیم. قرآن در کجا میخوانیم؟ در سر قبر میخوانیم. قرآن در کجا میخوانیم؟ در بعضی از مراسمات عروسی میخوانیم. قرآن برای ما یک راهنمای هدایت است، یک راهنمای زندگی است، یک راه است، یک روش است. از او باید یاد بگیری. حالا وقتی مسلمان یک گپه که بزنه میگه تروریست این گپه گفت، خوارج این گپه گفت، فلان این گپه گفت. نام اسلام دیگه بد که در روان است. اسلام از کی میبینه؟ از فرد میبینه. ما که خودم مسلمان میگم، اگر ما یک گناه مرتکب شوم، اونا که میبینن میگه مسلمان این کار کرد، خب پس اسلام هم تو بد است. اما اسلام هیچ بدی نداره. اسلام باید از قرآن یاد بگیریم. اسلام باید از حدیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد بگیریم. الله تعالی ما را تشویق میکنه برای علم، تشویق میکنه برای پیشرفت، تشویق میکنه برای اینکه ما خودمان را آماده کنیم در مقابل دشمن هرچند قوی باشه. الله تعالی در اوایل اسلام یک فرد در مقابل 10 نفر قرار داده بود. درست است؟ گفت یکی شما در مقابل 10 نفر از اونها، یکی شما در مقابل 10 نفر از اونها. چرا؟ چون ایمان شما قوی است. شما با ایمانتان می جنگید. شما میخواین که رضایت الله تعالی را کسب کنین.